سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل پیسی زون. امروز میخوام بهتون آموزش افزایش FPS داخل بازی استیم رو بهتون بگم. اول کار استیم رو باز میکنید، میرید بخش استیم، ستینگ، اینترفیس رو میزنید. کل این گزینه‌ها باید آف باشه. بعد بخش لایبرری، اینجا باید بخش اتوماتیک باشه. 4 تا گزینه هم باید آن باشه. میریم بخش این گیم، کل گزینه این گیم آف. بخش ریموت پلی هم باید آف باشه. بعد میبندیم اینو. یه فایل نوتپد میسازیم، اسمش رو میذاریم استیم. یه کدی رو باید بذاریم، CMD من براتون داخل دیسکریپشن میذارم. اینو میذاریم داخل این نوتپد، سیو از رو میذاریم. بعد بریم داخل پوشای استیم رو جایگذاری کنیم. برای من حالا استیم هم داخل درایو F. اینجا تکست رو پاک میکنیم، میزنیم دات بات BAT، سیو میکنیم، میبندیم. بعد میریم از دوباره باز میکنیم محل پوشای استیمو. میگردیم داخل اون فایلی که اینجا ما ذخیره کردیم، steam.bat. اینجا کلیک راست میکنیم، send to desktop میزنیم، شورتکات ازش میسازه. اینو رینیم میکنیم، اسمشو میذاریم استیم. کلیک راست میکنیم، بخش پراپرتیز، چنج آیکونش میدیم. حالا البته من چنج آیکون بعضی موقع نمیشه، چند بار من تلاش کردم نشد. حالا بعضی موقع هم چنج آیکون میشه، انجام میدیم. میگردیم دنبال آیکون استیم. خب اینجا آیکونش نیست، گفتم شاید داخل اونجا باشه. میریم داخل خود پوشه استیم، steam.exe رو انتخاب میکنیم، اپلای، اوکی. خب تمام شد آموزش. الان دیگه میخواد استیم رو ران کنید، اینم قبلش ران کنید تا افزایش FPS رو داخل بازیاتون حس کنید. ممنون که تا الان همراه بودید. سابسکرایب فراموش نشه. ممنون.